بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. نه فوشم ندید، کانال تعطیل نمیشه، یعنی رسانه یقه دیپلمات. دوستان با توجه به مشکلاتی که برای این کانال به وجود اومده و بحث حالا اون ویوهایی که میخوره، با یه مشورتی به یه نتیجه رسیدم و اونم این که ظاهرا این کانال بنا به دلایلی دچار یه رخوتی شده و ظاهرا خیلی قرار نیست تکونی بخوره. بنابراین ما یه کانال دیگه یا توی یوتیوب همین امروز به اصطلاح به وجود آوردیم. من اسمش رو براتون این لینکش رو این پایینم میذارم، یعنی اسمش رو، و اگه لینکش رو تونستم تو کامنت ها میارم. عکس پروفایلش هم فعلا عکس خودمه تا حالا دوستانی که میشناسن رسانه رو جذب بشن اون کانال بیاد بالا. بعد لوگو رو به اصطلاح تغییر میدیم به همون لوگوی اصلی یا شاید هم یه لوگوی جدید طراحی کنیم و توی اون به اصطلاح کانال طی طریق خواهیم کرد و ادامه مسیر خواهیم داد. بنابراین لطفاً همین الان کانال دوم یقه دیپلمات رو کافیه سرچ کنید، یقه دیپلمات کانال دوم، سابسکرایب کنید. لطفاً از اون کانال هم حمایت بکنید تا 10-12 روز آینده ویدیوهایی رو که آپلود بکنم هم اینجا میذارم هم اونجا، و اول ویدیو هم میگم که دوستان تشریف بیارید اونور. لطفاً یه همت کنید، یه یا علی بگید، یه اساس کشی بکنیم، بریم توی اون کانال انشالله پرقدرت‌تر ادامه بدیم و انشالله اون کانال دیگه دچار این رخوته نباشه و اتفاقات خوبی بیفته. برنامه بعدی رو حتما ببینید. انفجارهای مشکوکی در صنعا اتفاق افتاده. نگران رهبران و فرماندهان ارشد انصارالله یمن هستیم. ماجرای اسنپبک دوباره مطرحه. آقای پزشکیان یه حرف خوبی زده، قابل دفاعه و ظاهرا فرماندار احر رسما رقص و آواز رو مباح دونسته و اتفاقات مشکوکی داره در منطقه آذربایجان ما میفته. حالا برنامه بعدی رو یا فردا تحت عنوان جمعه ها با راسل انتشار خواهم داد یا اواخر شب و اوایل صبح. اجالتا لطفاً تشریف بیارید اونور. یقه دیپلمات کانال دوم. یا علی مدد.